بریم به اوکراین، جایی که در 2 روز اخیر لحظه‌های سختی تجربه میشه. 1 روز پس از حملات گسترده به اوکراین که بزرگترین حمله روسیه از آغاز جنگ توصیف شده، مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که این حملات برای دومین روز ادامه پیدا کرده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حملات روسیه به اوکراین رو ظالمانه خونده و محکوم کرده. اما بیایم ببینیم که ابعاد این حملات دقیقاً در چه حد بوده و روسیه به چه اهدافی در اوکراین حمله کرده. بنا به اعلام ارتش اوکراین، روسیه در دومین روز متوالی از حملات موشکی و پهپادیش نیمی از این کشور رو هدف قرار داده. گزارش شده که حداقل 4 نفر بر اثر این حملات در کیف، پایتخت و شرق و غرب این کشور کشته شدند. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده با تسلیحات دقیق هوایی و دریایی دوربرد به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌ها در سراسر اوکراین حمله کرده. فرمانده نیروی هوایی اوکراین خبر داده روسیه 127 موشک و 109 حمله پهپادی طی ساعات اولیه بامداد تا صبح دوشنبه انجام داده. به گفته او، نیروهای پدافندی اوکراین تونستند 102 موشک و 99 پهپاد رو قبل از اصابت به اهداف منهدم کنند. به این ترتیب روسیه در مجموع با 236 حمله همزمان موشکی و پهپادی به اوکراین رکورد تازه‌ای رو ثبت کرده. رکورد قبلی روسیه پاییز پارسال بود که شامل مجموعاً 158 موشک و پهپاد میشد. اما در کشاکش این درگیری روزافزون، لهستان که عضو ناتو هم هست، اعلام کرده در جریان حملات روسیه یک پرتابه هم وارد حریم هوایی این کشور شده. همزمان نشریه پلیتیکو گزارش داده که مقام‌های اوکراینی در حال تهیه یک فهرست از اهدافی در عمق خاک روسیه‌اند که در صورت رفع ممنوعیت از سمت کاخ سفید میشه با سلاح‌های پیشرفته آمریکایی بهشون حمله کرد. گزارشی که حالا واکنش روسیه رو به دنبال داشته. این هوچیگری غربه. میخواد اینطوری وانمود بشه که غرب مایل به تشدید و گسترش تنش نیست، اما واقعیت اینه که هست. غرب در پی کاهش تنش نیست. ظاهراً اونا دنبال درد سر میگردن. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، با ما همراه میشن. آقایی، چقدر فکر میکنین که ایالات متحده ممکنه در چنین شرایطی این اجازه رو صادر بکنه که اوکراین بخواد از تسلیحات پیشرفته آمریکایی در خاک روسیه استفاده بکنه؟ ببینید، مشکل اصلی اینجا هستش که تئوری پیروزی یا استراتژی آمریکا و قدرت‌های اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای اوکراین در برابر روسیه، برای اینکه اوکراین در این جنگ پیروز بشه، یعنی اون پیروزی که زلنسکی گفته مشخص نیستش و بایدن گفته تا زمانی که لازم باشه ما از اوکراین حمایت میکنیم. همین چند روز اخیر بودش که بایدن گفت روسیه در این جنگ پیروز نخواهد شد. ولی مشکل اینجا هستش که همونطور که گفتم چون یک استراتژی مشخصی هنوز وجود نداره، الان از یک طرف واقعیت این هستش که اوکراین تا زمانی که نتونه تجهیزات و ادوات نظامی رو که لازم داره دریافت بکنه نمیتونه در این جنگ پیروز بشه. از طرف دیگه آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی بیم اونو دارن که اگر این ادوات و تجهیزات نظامی رو مشخصا موشک‌های دوربرد اتکمز آمریکایی، موشک‌های استورم شادو بریتانیایی، موشک‌های اسکالپ فرانسوی و حتی تاروس آلمانی رو که برد 300 تا 400 کیلومتر دارن رو ندن به اگر بدن اینا رو به اوکراینیا، خب افزایش تنش میشه. احتمال داره که دامنه جنگ بین روسیه و ناتو گسترش پیدا بکنه. بنابراین تو یک وضعیت معماگونه‌ای غرب قرار گرفته در برابر روسیه. اگر سلاح بده تشدید تنش میشه، نده روسیه پیشروی میکنه، روسیه ممکنه در این جنگ پیروز بشه. و علاوه بر این، حالا درسته که گفته شده که فعلا مجوز رو ندادن آمریکایی‌ها که بخوان اوکراینیا استفاده کنن از موشک دوربرد اتکمز، ولی مسئله این است که حتی پدافند موشکی کافی هم نداره اوکراین برای دفاع از شهرهای بزرگ. بنابراین این خیلی مسئله مهمی است که شاید در سپتامبر آینده که دیداری بین بایدن و زلنسکی باشه بتونه در این باره تصمیم گیری بکنن. آقا، یک تحلیل دیگری هم که وجود داره اینه که شاید اوکراین تمایل داره به این شیوه با این استراتژی پیچیده پای آمریکا رو به یک جنگ گسترده تر با روسیه باز کنه و به این ترتیب بتونه راه نجاتی پیدا کنه. این رو چقدر محتمل می‌بینین؟
قاعدتا اگر اوکراین به دنبال این هستش که حتما به هدف اصلی خودش برسه، یعنی هدفی که زلنسکی گفت در آغاز جنگ، یعنی پیروزی در برابر روسیه، یعنی اخراج تمامی نیروهای روسیه از خاک اوکراین، نیاز داره که در واقع وارد یک جنگی بزرگتری بشه با روسیه و ممکنه پای آمریکا به هر حال به این جنگ کشیده بشه. ولی مسئله این هستش که دولت بایدن نمیخواد وارد جنگ بشه و دارن تمام تلاششون رو میکنن که تجدید تنش نشه. ولی مسئله این هستش که حتی اگر ما فرض کنیم که این سناریوی جنگ بزرگ هم رخ نده، به هر حال باید در یک مقطعی جنگ تموم بشه، حالا چه ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه چه کامالا هریس، یعنی به هر حال بیان پای میز مذاکره. مسئله اینه که اگر بر فرضم بخوان اوکراین رو راضی بکنن که بیاد پای میز مذاکره، دولت زلنسکی باید یک اهرم چانه‌زنی کارت بازی روی میز داشته باشه در برابر روسیه که بخواد واضح بکنه، یعنی عملیات کورس حفظ زمین در خاک روسیه و یه مقدار تشدید تنش. ولی مسئله این هستش که هنوزم دولت بایدن این امکانو برای دولت زلنسکی فراهم نکرده، بنابراین زلنسکی احساس خطر میکنه. باید ببینیم در ماه سپتامبر در نشست بین زلنسکی و بایدن در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل آخر سر در رابطه با این موشک‌های دوربرد چه تصمیمی گرفته خواهد شد. خیلی ممنونم از شما حسین آقای پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک با ما بودند.